سلام، خسته نباشین. سلام، سلامت باشین. بفرمایید. میخواستم این چک رو پاس کنم. نمره کامل رو گرفتین؟ بفرمایید، چک خدمت شما. ممنونم. چند لحظه صبر کنید. این که قبلا پاس شده، دست شما چیکار میکنه؟ واقعا مگه میشه؟ آره دیگه، نمره کامل گرفت، پاس کرد. حالا یه چیز دیگه، این کار من نیست، ببرش باجه 2. مگه اینجا باجه چنده؟ اینجا باجه شد که بشه که هنوز نشده 2.5 هستش. اوکی الان میرم. خسته نباشین. سلام، سلامت باشین. میخواستم این چک رو پاس کنم. سیستم قطعه، بریم باجه 2.5. باجه 2.5. باشه. تو که باز اومدی انجام نداد کار تو؟ آقا گرفتی ما رو؟ آره اگه ولت کنم بود در میاد. اینو پاس کن، کار دارم میخوام برم. گفتی نمره‌شو گرفتی؟ ببین خدا شاید یه جور میزنم صدا رئیس بانک بدیا. ناموسم بلدی، بیا بزن رئیس جمع. باشه اول اونو پاس کن. 2 دقیقه دیگه تو حسابت. ایول. حالا بیا بزن. اون رئیس رو میبینی اونجا نشسته؟ آره خب. اول برو بزن تو گوش اون، بعد بیا من بزنم تو گوشت که رئیس چی. صبر کن الان میرم میزنم.